سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما خوبان. به درس سوم مارکب لنگویج HTML5 شما را خوش آمدید عرض می کنم و درس سوم خود شروع می کنیم. در درس قبلی تا قسمت HTML CSS ما مورد خوانش قرار دادیم و یاد گرفتیم. پس در درس امروزی شروع می کنیم از قسمت HTML links، link colors و link bookmarks. اویی که باز مربوط exercises و کد چالش میشه، شما میتونین که او را باز کنین W3 Schools و او را با خودتان کار کنین. خب پس HTML links میریم در قسمت HTML links و یا او را به نام hyperlinks نیز یاد میکنه. HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document. ببینین زمانی که شما یک فرض کنین که یک داکیومنت از یک داکیومنت به داکیومنت دیگه یا از یک لینک به وبسایت دیگه شما میتونین که ارتباط برقرار کنین با استفاده از HTML links. ببینین چه قسم. برای استفاده از links سنتکس از رو برای شما نوشته کرده که A هست. A tag defines a hyperlink. زمانی که شما یک تگ A را استفاده میکنین، یعنی تگ A چرا تعریف میکنه؟ هایپرلینک تعریف میکنه. زمانی که A داره و href در قسمت ببینید href attribute which indicate the link's destination، یعنی فقط یک رفرنس و href خودش در مجموع اتریبیوت هست و چی را دیفاین میکنه یا چی را تعریف میکنه؟ امی که دستینیشنی امی لینک ما در کدام قسمت باشه یا در کجا باید باشه. درست است که قبلا هم ما در راجع به این یک معلومات خیلی کوتاه بر شما داده بودم. میریم در قسمت کد ادیتور خود و در اول یک شارتکت بر شما یاد بدم که فقط سیمیکالن نوشته کنین و بعد از کلید تب فشار بدین یا سیمیکالن مساوی یا خوبتر بر شما بگوین یا HTML نوشته کنین و کلید تپ بزنین. درست است. زمانی که HTML نوشته کردین و کلید تپ زدین، تمام امو مین تگ هایی که مربوط HTML میشه تمامش در قسمت براتون درج میکنه و یک تایتلی که نداره در قسمت نوشته میکنین که ما برین تایتل میتونم HTML lesson 3. کنترل A ثبتش میکنیم و میریم وبسایت خود باز میکنیم. در قسمت وبسایت ما باز شد و تایتل داره به نام HTML lesson 3 و ببینین در داخل ادیتور خود ما چی میسازیم؟ یک هایپرلینک میسازیم. به خاطر ساختن هایپرلینک که در قسمت ما یک از سنتکس کامنت استفاده میکنم و در داخل از این نوشته میکنم که links or hyperlinks. درست است؟ زمانی که نوشته کردیم ما از تگ A استفاده میکنم. تگ A را میتونیم که امرای چی کنین؟ تگ A را میتونین کلوز کنین. درست است؟ به این شکل. و در داخل از این شما از href استفاده کرده میتونین که اتریبیوت است که دستینیشن همین لینک شما را برای ما نشان میده. در قسمت یارل میتونین پاس کنین و در داخل از این نوشته میکنین که مثلا لینک تکست. اینال کنترل اس را ثبتش میکنم و بعد از در قسمت رفته رفرش ببینید اینجا یک لینک ایجاد شده که نامی از است لینک تکست. زمانی که بالای از این کلیک میکنم چون که ما URL نوشته کرده بودیم هیچ چیزی بر ما چی نمیکنه، نشان نمیده. میریم دوباره در قسمت w3schools.com. در قسمت ببی ای از visit w3schools.com استفاده کرده به جای تکست من را کپی میکنم، میرم در قسمت ادیتور خود و در قسمت او را پیست میکنم. در اینجا پیستش میکنم و در قسمت هم لینکی که مربوط w3schools.com میشه او را رفته از اونجا کپی میکنم و در اینجا پیستش میکنم. به این شکل از اینجا کنترل C کپی و میریم در ادیتور در قسمت کنترل V پیستش میکنیم، کنترل A ثبتش میکنیم و وبسایت خود رفرش میکنیم. ببینید visit w3schools.com. زمانی که با بالای از کلیک میکنم وبسایت w3schools.com برای ما چی میشه؟ باز میشه. خب فعلا یک هایپرلینک ما ساختیم. ببینین که دیگه چی
چی داره. دیگه بعد از این اتریبیوت تارگت داریم. ببینین اتریبیوت تارگت بر ما تعیین میکنه که زمانی که ما بالای لینک کلیک کردیم، درست است، چه قسم برای ما لینک باز کنه. خب متوجه باشین. یکی تارگت داریم به نام سلف. دیفالت یعنی بای دیفالت که است سلف است و شما میتونین از سلف استفاده هم کنین، مشکل نداره. Opens the document in the same window tab as it was clicked. زمان ببینین اینی تب ما هست، البته ایره به نام تب یاد میکنه. زمانی که ما بالای لینک کلیک میکنم در داخل همین تب بر ما دستینیشن از چی میکنه باز میکنه. دیدین در داخل همین تب چینج نمیشه. و بعد از داریم blank. Open the document in a new window or tab. زمانی که ما از تارگت بلانک استفاده کنیم باز امی لینک ما را در یک تب جدید برای ما چی میکنه باز میکنه زمانی که ما بالای زی کلیک کنیم. پس میریم در ادیتور خود. بای دیفولت گفتیم تارگت ازی چی است؟ سلف است. یعنی تارگت ازی تارگت اتریبیوت در اینجا اگر من نوشته کنم سلف، پس ای عین همون گپ است که زمانی که ما بالای ازی کلیک میکنیم بالای لینک در داخل همین تب برای ما چی میکنه باز میکنه. ولی اگر من ایره بلانک بگیرم چی میشه؟ بلانک. کنترل ای ثبتش میکنم و رفرش. اینو زمانی که من بالای لینک کلیک کردم باید یک تب جدید در اینجا در یک تب جدید برای ما باز کنه. کلیک. ببینید در یک تب جدید برای ما چه کرد؟ باز کرد که تارگت بلانک است. و بعد از در قسمت داریم parent. Open the document in the parent frame. خب البته the parent frame ببینین فرق میکنه. نال parent frame که من برای شما اینجا در قسمت خب در قسمت از تارگت ها استفاده نکرده، فقط از تارگت بلانک استفاده کرده. ما اگر آل برای شما پرنت هم استفاده کنم خب ببینید من پرنت برای شما مثال میدم، ولی قبل از پرنت یک موضوع دیگه است که من باید از استفاده کنم و او فعلا برای شما تدریس نشده، ولی به خاطر مثال دادن از این من باید از او استفاده کنم. مثلا من میرم در قسمت یک نیو فایل میسازم. ببینید در داخل نیو فایل ما اولا HTML من تگایش در قسمت نوشته میکنم، مثلا HTML5 تبا فشار میتم یا هم نوشته میکنم که HTML یا بغیر از او هم. خب خیر بعضی از موضوعات هست که البته یک تگ دیگه بود که ما در جستجوی تگ هستم. خب خیر زمانی که کار نمیکنه پشتش نمیریم. خب میریم در قسمت. ببینید ما به خاطر از اینکه کاریم ساده تر شوه در قسمت میریم ایرا پیست میکنیم و در اینجا تمام یار که هست ایرا پاک میکنیم. فقط من یک تگی در اینجا هیدر دو را میسازم. در اینجا هیدر دو را میسازم، نوشته میکنیم که this is header 2. درست است. ایرا به نام h1.html ثبتش میکنم و یک فایل دیگه میسازم. در اینجا هم پیستش میکنم، ایرا پاک میکنم. بازم من یک هیدر دوم میگیرم در قسمت. در اینجا نوشته میکنم که مثلا هیدینگ 3 یک کامنت میتونم ایرا ثبت میکنم به نام h2.html. خب تمامی که شد میریم در قسمت index.html. index.html ما کدام است؟ ای است. درست. ما در اینجا میرم مثلا در قسمت یا آی فریم میسازم. آی فریم در قسمت اساسی h1.html نوشته میکنم و میریم دوباره در وبسایت خود رفرش میکنیم. ببینید در داخل امی آی فریم
h1.html مرا چه کرد؟ باز کرد. درست است؟ این حال یک آی فریم دیگه میگیرم، در داخلی از این سارسی از این h2.html خود باز میکنم. آی فریم src خب اصلا در اینجا ما چه کار میکنیم؟ ما h1.html در داخل index.html خود کال میکنم. خب از اینجا ما ایرا چی میکنم؟ از اینجا کپی میکنم، میایم در قسمت پایینی از ایرا پیست میکنم h1.html و ما چی کار میکنم؟ h2 را در داخل h1 کار میکنم. درست است؟ چه قسم ما برای شما مثال میتم؟ ما اول این لینک ما از اینجا پاک میکنم، او ضرور نیست. مثلا ای this is header 2، ما ایرا در داخل چی کال کردم؟ index.html. اینا در داخل h1 ما h2.html کال میکنم. چه قسم؟ در اینجا میایم و در اینجا پیست میکنم h2.html رفرش. ایناله اینی را میگن که دو تا آی فریم ما در داخل index.html خود چه کردم؟ غیر مستقیم کال کردم. ایناله میایم در قسمت پرنت. ببینین زمانی که ما در قسمتی از یک لینک بسازم، یک هایپرلینک بسازم و برش href رفرنس بدم، مثلا https www.google.com. درست است؟ google.com و در اینجا نوشته کنم که فرض مثال گوگل و ایره کنترل اس ثبت بکنم، برم در قسمت وبسایت خود. در اینجا ببینید زمانی که ما بالای گوگل کلیک میکنم، ببینین برای ما چیزی را باز نمیکنه، یعنی در داخل خودی آی فریم برای ما چی میکنه؟ باز میکنه. یا مثلا ما www.example.com و در داخل از این نوشته میکنم فرض مثال example. فعلا کدام تارگت نداریم. درست است؟ بالا اگزامپل ما کلیک میکنم، ببینین این example.com this is meant for use in documentation examples. خب این examples فعلا در داخل خود ایمی آی فریم برای ما چی شد؟ باز شد. پس اگر ما از پرنت استفاده کنم باید در کل ای آی فریم برای ما چی شوه؟ باز شوه. این حال ما میرم در قسمت از تارگت استفاده میکنم، تارگت مساوی و در قسمت میگم بلانک، میبخشیم بلانک نه پرنت. به این شکل کنترل اس ثبتش میکنیم و رفرش. اینا زمانی که ما بالای از کلیک کنم ببینین در تمام آی فریم برای ما چه شد؟ باز شد. یعنی این را میگن پرنت. یعنی قبلا تنها در داخل آی فریم خودش باز میشد زمانی که البته ای تارگت نبود. زمانی که ای تارگت نبود، پس زمانی که ما بالای اگزامپل کلیک میکردم در داخل خودی آی فریم باز میشد. درست است؟ اینال زمانی که تارگت ما پرنت باشه و ما بالای اگزامپل کلیک کنیم تمام آی فریم چی میشه؟ مربوطی از این میشه. و بعد از این داریم در قسمت تاپ. در قسمت داریم تاپ که است در داخل مکمل تب یا امی تبی که ما کریت کردیم باز میکنه. مثلا تاپ کنترل اس. اینال زمانی که اگر ما بالای اون لینک کلیک کنم ببینین اینجا متوجه باشین در داخل تب برای ما چه شد؟ باز شد. و ای است و ای میشه مربوطه لینک. و دیگه داریم در قسمت لینک کالرز، یعنی رنگ هایی که ما میتونیم که برای لینک بدیم. درست است؟ ببینین A link, A visited, A hover, A active، تمامی از این مربوط لینک کلرز ما هست و ما ایره برای شما یک تا بیان میکنم که چه قسم استفاده داره. اگر ویزیت میشه باید به کدام رنگ تبدیل شوه؟ اگر هوور میکنیم باید به کدام رنگ تبدیل شوه؟ اگر ایمو اکتیو هست باید به کدام رنگ باشه؟
و اگر لینک ما هست باید به کدام رنگ باشه. ببینین بسیار ساده و آسان است. اول میریم هوور کار میکنیم. به مثال عادی مثلا ما از H2 یا میگذارم میرم در قسمت HTML خود یا آی فریم هم در قسمت پاک میکنم و اینجا یک انکر لینک میسازم به این شکل A بستش میکنم و در قسمت نوشته میکنم که this is an example link و در داخل از یک href میگیرم. در داخل از این نوشته میکنم https www.google.com کنترل S و بعد از این در قسمت رفته رفرش میکنیم. خب یک لینک است. گفتیم که هوور. ببینید به خاطر هوور ما از چی استفاده میکنیم؟ از external CSS. به خاطر external CSS ما قبلا گفتیم که چه قسم لینک میکنیم. لینک استایل شد تایپش text.css hrefش هم میگیریم style.css و رفرش میکنیم. به خاطر امتحان کردن یک بار اینجا نوشته میکنیم body background red. خب یعنی CSS ما درست چی میکنه؟ CSS ما درست کار میکنه. پس ایناله زمانی که CSS ما کار میکنه میریم در اولین کالر هوور هست. هوور به معنی از این که وقتی که ما ماوس خود بالای یک تکست میبریم ببینید رنگ چه قسم چنج میشه، چه رنگ متن است و یا چه رنگ بک‌گراند است. در قسمت هوور میتونین رو چی کنین؟ چنج کنین. پس اینجا میریم A. این نمایندگی از چی میکنه؟ از هایپرلینک. درست است. و زمانی که ما دو نقطه میتیم هوور نوشته میکنیم. هوور به منظوری از این که زمانی که ما ماوس بالای یک متن یا بالای یک بتن یا لینک قرار میتیم، یعنی باید با کدام رنگ تبدیل شود؟ قسمی که در قسمت گفته به رنگ سرخ. پس میگیریم کالر به رنگ چی؟ سرخ. کنترل اس میکنیم میریم وبسایت خود رفرش میکنیم. زمانی که من ماوس بالای از این میبرم ببینین به رنگ چی تبدیل میشه؟ به رنگ سرخ تبدیل میشه. درست است، به رنگ سرخ تبدیل میشه. اینجا بک‌گراند کالرش چه گرفته؟ ترانسپرنت. خب چرا بک‌گراند کالر از زیر ترانسپرنت گرفته؟ به خاطر که هیچ رنگی نداشته باشه بک‌گراندش. پس من در قسمت بک‌گراندش چی میگیرم؟ ترانسپرنت. درست است. اینال یا بک‌گراند یا بک‌گراند کالر ترانسپرنت میگیرم رفرش. ببینین هیچ رنگی نداره. اگر ما به جای ترانسپرنت بیایم اینجا نوشته میکنم که لایت گری باشه. درست است. اینال با وجودی که خود متن رنگش چنج میشه بک‌گراندش هم رنگش چی میشه؟ چنج میشه زمانی که ما هوور میکنم. پس در اینجا ما دوباره ایره ترانسپرنت میگیرم و تکست دکوریشن داریم. تکست دکوریشن هم ما هیچ چیزی برای فعلا نمیتونم چون که تکست دکوریشن نداره. پس ما نن میگیرم. درسته. با بعدا میخوانیم که تکست دکوریشن چی است و کدام کار برای ما انجام میده. خب قسمی که دیدین ای است هوور. زمانی که ما بالای از این کلیک میکنم و ایره باز میکنم همین لینک ما به رنگ اصلیش برای ما چی میکنه؟ میایه. مثلا من اینجا چندین دانه لینک میسازم. ببینیم به این شکل رفرش میکنم. خب البته من تگ بی آر استفاده میکنم در اینجا. از تگ بی آر استفاده میکنیم به خاطر از اینکه لینک ها پایین در پایین قرار بگیره. به این شکل اینال زمانی که ما بالای اوور مثلا بالای یکی از این اگر من کلیک میکنم دوباره عقب میرم لینک است به رنگی حالت اولیش است. پس در این صورت پس ما میریم از چی استفاده میکنیم؟ از ویزیتد. زمانی که اگر ما یک لینک ویزیت میکنیم یعنی ملاقات میکنیم یا بالایش کلیک میکنیم به خاطر دیدنش به رنگش به چی تبدیل شوه؟ به پینک تبدیل شوه. پس شما بک‌گراند کالر ترانسپرنت تکست دکوریشن نمیفهمین، فقط یک کالر است که ما ایره چی میکنیم؟ کپی میکنیم و در قسمت پیست میکنیم. درست است. گفتم کالرش پینک شوه. فقط تغییر به چی آمد؟ به ویزیتد. یعنی اینال زمانی که ما یک لینک ملاقات کردیم. ببین قبلا من یار ملاقات کرده بودم دیگه. اینال چرا که لینک ها یک لینک بود به او خاطر تغییرات نامد. مثلا من برم لینک های متفاوت استفاده کنم در اینجا.
به این شکل. ببینین این حال من این لینک ملاقات میکنم، دوباره میایم عقب، صفحه رو رفرش میکنم. خب او چرا که لینک اصلی نیست، به او خاطر بر ما چی نمیشه، ملاقات نمیشه. پس اینجا من نوشته میکنم اگزامپل کنترل. ببینین برنگ چی تبدیل شد پینگ. این حال اینجا من میرم یک وبسایت دیگر رو میتونم مثلا W3 schools، او هم برنگ پینگ تبدیل شد به خاطر که قبلا ما کلیک کرده بودیم بالای از او. و اینجا میرم نوشته میکنم یوتیوب. ببینین یوتیوب که هسته برنگ چی تبدیل نشد تا زمانی که من بالای از این کلیک کنم ما را ببره به یوتیوب. خب اونه این سومیش، زمانی که ما بالای از این کلیک میکنم ما را میبره به یوتیوب. یعنی ما زمانی که یوتیوب ملاقات کردیم میایم دوباره عقب، ببین برنگ چی تبدیل شد، برنگی پینک تبدیل شد. و بعد از این در قسمت داریم خود لینک. یعنی خود لینک باید برنگ چی باشه، برنگ گرین باشه. البته این رنگ فعلا خود لینک برنگ چی است، برنگ آبی است. نه اگر میخواین که بای دیفالت یعنی برنگ سبز باشه، پس شما میتونین که رنگ سبز برش یا هر رنگی که شما خواسته باشین برش انتخاب کنین. این حالا ببینید تمام لینک هایی که است برنگ چی تبدیل میشه، برنگ سبز تبدیل میشه. خب تمام لینک ها به رنگ سبز هست، ولی لینک هایی که اکتیو است یعنی ما باید ملاقات نکردیم. درست است. لینک هایی که چی است اکتیو است ما تا هنوز ملاقات نکردیم باید به رنگ زرد نشان داده شود. کنترل اس میریم رفرش میکنیم. این لینک ها ببینین زمانی که ما بالا از کلیک میکنم به رنگ چی تبدیل میشه. یعنی البته اکتیو، زمانی که اکتیو به معنی چی، زمانی که ما بالای از این ماوس خود پرس میگیرم ببین در حال چی است، اکتیو شدن است. اینه میره میگه که رنگش چی باشه، زرد باشه. زمانی که من ببینین فقط اینمی است اکتیو. زمانی که ما بالای از کلیک میکنم و در حال اکتیو شدن میشه رنگ ازش چی میکنه، تغییر میکنه. پس این بود لینک کالرز که مورد خانش قرار داده. و لینک بوکمارکس هم در قسمت داریم. لینک بوکمارکس چرا که اینجا از آیدی استفاده کرده، یکی ایچریف یکی آیدی و دیگه شاید خب تنها از آیدی استفاده کرده. به خاطر چی از آیدی استفاده کرده؟ ببینیم من برای شما یک مثال میتم. مثلا شما در اینجا دارین فرض مثال دو تا لینک. ببینین در قسمت A تگ ای را بسته میکنم، در قسمت یک href فرش میتم www.youtube.com و در داخل از این نوشته میکنم یوتیوب و میایم یک لینک دیگه میسازم hrefش برش میتم مثلا www.facebook.com در داخل از این نوشته میکنم فیسبوک. کنترل اس میریم وبسایت خود رفرش میکنیم و اینجا از یک بریک مچ میکنم استفاده میکنم به خاطر از اینکه لاین ما بریک شود. ببینین زمانی که اینجا آمدیم فرض مثال من به ای یک هوور کالر میتم. درست است. مثلا هوور کالر ما باشه مثلا رنگ سرخ یارید. این حال زمانی که من تکست دکوریشنش نن میکنم به خاطر از اینکه تکست دکوریشنش نن باشه. نن یعنی چی، زمانی که ما اوور میکنیم اندرلاین نداشته باشه. اصلا ایره ما به خود ای میتیم. ای که مربوط چی میشه، لینک. درست که قبلا ایره خوندیم تکست دکوریشنش چی میکنیم، نن میکنیم. ببینین او اندرلاینی که بود او از بین رفت. زمانی که من بالای اردوش هوور میکنم رنگ اردوش چی میشه، سرخ میشه. البته من امیره نمیخوایم که رنگ اردوش چی شود، سرخ شود. پس شما در این صورت از چی استفاده میکنین، از بوکمارک استفاده میکنین و یک آیدی میتین برش. درست است. یک آیدی میتین مثلا چه قسم
مثلا لینک اول من میرم آیدی میتم، آیدیش چی است؟ لینک 1. خب میتونین هر آیدی دیگه بتیم. اینال نظر به می آیدی یا بوکمارک ما میتونم میره یک دیزاین جدا کنم. چه قسم؟ نوشته میکنم که هش، یعنی علامه نمبر، نوشته میکنم لینک 1 و در اینجا میگم چی داشته باشه؟ هوور داشته باشه و رنگ هوورش باشه گرین، با رنگ سبز. اینال میریم وبسایت خود رفرش میکنیم، باید یکیش سرخ باشه و دیگهش سبز. ببینین این سبز و این سرخ، این سبز و این سرخ. این توسط چی شد؟ توسط آیدی یا بوکمارک که ما در قسمت چی دادیم؟ قرار دادیم. البته امیر یاد میکنم به نام لینک بوکمارکس. و در قسمت اکسرسایزی زی شما میتونین که کار کنین و کد چالش زی هم استفاده کنین. و دیگه داریم بخشی images یا تصاویر در HTML. ببینین اولا داریم images. ایمیج خودش یک تگ داره به نام img و src، امو آدرسی ایمیج برای ازی میتین و altم تکست، یک متن برای ایمیج میتین که به خاطر SEO یا سرچ انجن استفاده داره. خب ایمیج هست، img alt اتریبیوت و src اتریبیوت هست و دیگه کدام چیزی در قسمت فقط استایل داده. خب درست است، استایل شما میفهمین قبل از قبل. خب برای شما بسیار ساده برای شما چی میکنم؟ بیان میکنم. اولا یک کامنت در قسمت میگیرم، ایمیج نوشته میکنم، ایمیج in HTML. ببینین یک ایمیج چه قسم شما توسط HTML وارد براوزر خود یا نمایش میتین در براوزر خود. بسیار ساده و آسان است. از چی استفاده میکنین؟ از img. درست است؟ از تگی img درست است؟ یا ایمیج img که در داخل خودش بسته میشه و تگ بسته کننده نداره. در داخل از شما معمولا دو تا اتریبیوت داره نمیشه، یکی src است و یکی همچی از alt text یا alt. این دو تا اتریبیوت همیشه در داخل img می باشه. src که از آدرس ایمیجتان است. ببینید آدرس ایمیج یا آدرس تصویر شما دو قسم داده میتونین. یکی از طریق URL یا آدرس ایمیج. مثلا من در اینجا نوشته میکنم کار ایمیجز، مثلا این تصویر است، این من باز میکنم در یک نیو تب و اینجا ببینین یک، خب این باز نشد. خب یک تصویر را میگیریم که در نیو تب باز شود. اینی از آدرس ایمیج. اگر من از این آدرس ایمیج استفاده کنم در داخل src، درست است، و کنترل اس برم وبسایت خود رفرش کنم، اما تصویری که ما استفاده کردیم در قسمت وبسایت ما در اینجا چی میشه؟ ظاهر میشه. و alt چی است؟ یک تکست است. مثلا نوشته میکنیم که در کار ایمیج، کنترل اس میکنیم، میریم رفرش میکنیم، فعلا نمایش داده نمیشه. ببینین ما یک متل داریم میگه یا خودی پیر یا عصای پیر. زمانی که اگر تصویر کار میکنه تایتل نمایش داده نمیشه. زمانی که اگر تایتل نمایش داده شد با تصویر نمایش داده نمیشه. مثلا ببینین من این لینک یک قسمتش پاک میکنم، کنترل ای ثبتش میکنم، رفرش. ایناله شما در اینجا ببینین بجای تصویر برای من، خب اینجا من یک تگ بریک استفاده کنم، بجای تصویر بر من متایتلش نمایش داده میشه. به نام چی؟ به نام ده کار ایمیج. ولی اگر خودی تصویر، خودی اما آدرس تصویر اگر درست باشه، باز خود تصویر بر ما چه میده؟ نمایش میده. و در اینجا شما میتونین که در داخل خود تگ ایمیج از ویت مستقیم استفاده کنین. مثلا بگوین که ویتش باشه 100% و هایت یا بلندیش هم باشه چی؟ 100%. زمانی که اگر این کار کردین رفرش، ببینید با حالت 100% وبسایت قرار میگیره. یعنی هر قدر هایت ایمیج است و 100% قرار میده و ویتش هم به اندازه ویت اما براوزر ما چه میکنه؟ قرار میده. اگر شما میتونید که کم کنین، مثلا 20% برای 20% کنین به این شکل. و شما میتونید که مستقیم از ویت هایت از اتریبیوت استایل هم استفاده کنین. از اتریبیوت استایل میرین، مثلا نوشته میکنین که ویتش باشه 100 پیکسل
و هایتش هم باشه 150 پیکسل. به این شکل نوشته کرده شما میتونین که کوچک و بزرگش بسازین. بس خب این بود از طریق یورل. اینا رو من چه قسم میتونم که با استفاده از نام ایمیج چه کنم در وبسایت خود بیارم. پس من یک ایمیج از اینجا اوپن ایمیج نیو تاب میکنم و ای را ثبت میکنم، مثلا سیو ایمیج از در صفحه دسکتاپ خود به نام کار اندرسکور ایمیج دات جی پی جی من چی میکنم ثبتش میکنم. خب زمانی که ثبت شد میریم در اینجا یک تگ بریک ما استفاده میکنم. پس میریم پایین یک تگ IMG میگیرم و ای را با خودش بسته میکنم. ای سورسی از ای را میگیرم به نام چی بود؟ به نام کار img.jpg و در قسمت آل تکستش هم میگیرم کار امی قدر کنترل اس و میرم وبسایت خود رفرش میکنم. ببینید در این قسمت یا نامی ایمیج ما غلط نوشته کردیم، اشتباه نوشته کردیم که به او خاطر آلت تکستی ازی برای ما نمایش داده شده است. پس اینجا کار ایمیج ممکن به این شکل نوشته کرده باشم، کار ایمیج دات جی پی جی کنترل اینا. پس این آمد. پس من چی کار میکنم؟ در این یک اتریبیوت استایل میگیرم و کوشش میکنم که اماهای مثلا ویتشه 150 پیکسل بگیرم و اینجا اشتباه شد از پیشم. ویتش 150 پیکسل بگیرم و هایتش هم 100 پیکسل بگیرم. به این شکل 100 پیکسل کنترل ثبتش میکنیم و رفرش. ببینید تصویر ما در قسمت ظاهر شد با استفاده از نام ایمیج در اون قسمتی که ما چه کرده بودیم؟ ثبت کرده بودیم. و بعد از این در قسمت داریم ایمیج مپ. ببینید یکی در قسمت کوردز است که شما میتونید از کوردز استفاده کنین. پس امیر میمونیم که شیپش یا چه قسم شیپ داشته باشه و غیره. پس این میمونیم به درس آینده از قسمت ایمیج مپ شروع میکنیم و ما قسم بک‌گراند ایمیج د پیکچر الیمنت تمام اینا رو مورد خوانش قرار میتیم، چون که امو مقدار ویدیوی ما تعداد دقایق زیاد نشوه. به او خاطر دیگه شما رو به الله منان میگذارم. وقتتان خوش، با امید موفقیت بیشتر شما.